سلام، روز بخیر. امروز میخوام که قیمت مواد غذایی رو در بارسلونا کشور اسپانیا بهتون نشون بدم. من به جای اینکه برم فروشگاه اومدم تو سایت مرکادونا. مرکادونا فروشگاهیه که ارزون ترین قیمت ها رو توی اسپانیا داره. توی 2 کشور فعالیت میکنه، اسپانیا و پرتغال. یه بیزنس انجل خیلی قوی پشتشه. کارمزدی که روی جنساش میکشه، یعنی سودی که روی جنساش میبره 3% و بنابراین برای کسی که میخواد شروع زندگی در اینجا داشته باشه و مواد غذایی که با ارزون ترین نرخ رو بخواد تهیه کنه، میتونه فروشگاه های مرکادونا تهیه کنه. 2 گزینه دیگه هم هستش، فروشگاه های لیدل و آلدی. حالا من قیمت اجناس رو تو این فروشگاه مرکادونا به شما نشون میدم. برای اینکه بهتر درک کنید من سایت رو به فارسی ترجمه میکنم و لینکش رو میذارم توی کامنت ها که بتونید ببینید. اینجا اینو میزنیم ترنسلیت، من اینو به فارسی ترجمه میکنم. خب ما میایم روی، من سعی میکنم که هر چیزی که خواستم بگیرم، حالا مثلا نیازهای اولیه اضافه میکنم به سبدم که در آخر ببینیم که چقدر میشه. خب روغن، خب این من خودم از این روغن توی خونه استفاده میکنم، روغن زیتون. اگر که بخواین شما میتونید که روغن چی میگن، روغن آفتابگردان هم هستش که 1 یورو، 1.79. خب اینجا این روغن زیتون 1 لیتریش 5.15 سنته. خب حالا ما میتونیم همون روغن آفتابگردان اضافه کنیم یا زیتون اضافه نکنیم، اینو حذفش میکنیم. روی مرقوم به صرفه ترین تاکید میکنیم. خب میریم قسمت حالا ترشیجات و ادویه‌جات و اینا که همه ادویه‌جات از 80 سنت شروع میشه تا حالا 2 یورو، 1.85. اینا همه چی اینجا مشخصه دیگه. خب همه چی اینجا هستش و من خودم ادویه‌جات رو از همینجا تهیه کردم، خیلی قیمت بالایی نداشت. این از ادویه‌جات قیمت رو میتونید ببینید، میگم بین 80 سنت نهایت مثلا دیگه بشه 2.15 اینجا زده. مثلا حتی پیاز سرخ شده 1 یورو 15 سنته که خب خیلی به صرف است. یا مثلا ادویه فکر کنم اینجا زردچوبه، 1 یورو 30 سنته. یا فلفل، همه اینا قیمتاشو میگم بین 1 تا نهایت دیگه میخواد بشه 2 یورو. حالا این مغز آجیل درخت کاجه که تو سالاداشو میریزن که گرون تره. خب این قسمت، حالا ما میخوایم بگیم یکی که اولین باره داره میاد میخواد همه اینا رو با خودش بخره، من اینا رو به سبد خریدم اضافه میکنم. مثلا دارچین، پیاز داغ، دیگه من فکر میکنم ما ایرانی ها فلفل سیاه استفاده میکنیم و مورد دیگه که بود این آویشن و چیز دیگه که اینجا بود که من خودم همینجا خریدم و یه چیز دیگه دنبالش میگشتم، زردچوبه. اینم زردچوبه. اینا رو من به سبد خریدمون اضافه کردم تا حالا شد 7.44. خب حالا میریم روی سس. اگر که سس سالاد استفاده میکنید یه سس سالاد هم اضافه میکنیم. سس کچاپ که بچه هایی که هستن، اگه بخواین این برند رو بخرین خب مسلما گرونتره، 3.5 یورو. حالا بخواین یه سس کچاپ برند خود مرکادونا رو بگیریم 1.15 سنت. اینو اضافه میکنیم. این خردل از ترجمه شده خردل هم مدوس افتاده، این خردل خیلی رو سالاداشون استفاده میکنن، من توصیه میکنم بعداً استفاده کنیم. خب دیگه فکر کنم که سایر سس ها رو به گوجه، مبحث قشنگ ایرانی ها. من بهتون توصیه میکنم که اگه بالاخره اینجا رو به گوجه سخت پیدا میشه دیگه، خیلی داستان دارن، ولی مرکادونا یک گزینه‌ای داره واسه رو به گوجه. اینجا تنها جایی که توی اینجا میتونی فروشگاهش رو به گوجه پیدا کنی مرکادونا، به غیر از فروشگاه ایرانی و اینا.
یه روبه کنسانتره داره. آره اگه اینجا ببینمش انگار الان موجود نداره، ولی یه پیشنهاد دیگه بهتون میدم. این روبه گوجه فرنگی که جلش سیاهه با روغن زیتون و سیره، بسیار خوشمزه است. از این استفاده کنید، برای خورشت و املت و اینا خیلی خوب میشه. حالا اون یه چیه کنسانتره هستش، داره قوطی فلزی، الان مثل این که موجود نیستش، مثلا دیروز تو سایت چک میکردم بود. خب حالا اینو اضافه کردم. خب حالا میریم روی آب و نوشابه. آب بارسلونا طعم خوبی نداره، بسیار گچیه و خودشون از این آب مصرف نمیکنن. در اینجا همه مردم آب 8 لیتری میخرن. اصولا قیمت اینجا 8 لیتری آب 89 سنت. من واقعا خیلی ارزون دیدم اینجا، چون من اینو از نزدیک خونه میخرم روی تا مثلا 1 یورو 80 سنت هم خریدم. این خیلی ارزونه، این به صرف است. میتونیم یه آبم بگیریم اینجا. حالا مثلا آب 1 لیتریش میشه 40 سنت، ولی بیشتر به خاطر اون بطریشه که قیمتش میشه. حالا من یه آب 8 لیتری هم اضافه کردم اینجا که جزو اقلاممون حتما هستش. نوشیدنی ایزوتونیک اگه بخواید استفاده کنید، خب آکواریوس از همشون معروف تره اینجا ولی گرونتره، ولی خود هر فروشگاهی ایزوتونیک خودشو میزنه با قیمت 1 یورو، خیلی ارزون تر میشه. میتونید اینم تهیه کنید اگه دوست داشتین. خب حالا نوشابه کولا کوکاکولا هم که میبینید قیمتش این 2 لیتریش 2.47، 2 تا 2 لیتریش اینه. اما کوکاکولا نمیخوریم، استفاده نمیکنم، فقط قیمتشو برای شما گذاشتم. خب اینا هم که قیمت های بقیه نوشیدنی ها. خب بریم روی اقلام اصلی. زیتون. اینجا کشور زیتونه دیگه. این زیتون بدون هسته شیشه 400 گرمی 2 یورو 60 سنت. یه زیتون دارن با مزه آنچو یه ماهی مخصوص اینجاست. خودش خوشمزه نیست ولی مزهش توی زیتون خیلی خوشمزه است. بهتون توصیه میکنم که اگه مثلا خیارشور با طعم آنچو یا زیتون با طعم آنچو دیدین بخرید، خوشمزه است. اینم اینجا دیگه. حالا من نمیدونم، یه دونه زیتونم من سعی میکنم اینجا اضافه کنم با قیمت مناسب. ببینیم چی میبینیم. نه، زیتون سبز با آنچو. خب میریم روی ببینم اینجا خیارشورم داره. خیارشور اینجا شیرینه ولی اینی که روش زده وینیگر، این با سرکه است. شما میتونید اینو استفاده کنید، ولی مثلا ممکنه اینو استفاده کنید روش بعد نگاه کنید مقدار نمکی که روش زده چقدره، ببینید که روش شوگر داره یا نه، یعنی میزنه که کن ازوق همچین چیزی میزنه با شکر هست یا نه، که میگن خیارشورای شیرین. ولی من با وینیگرش رو میگیرم، خوشمزه است، خوشم زده. این مثلا ترش و شیرینه. اینم هستش دیگه. اینا خیارشورایی که شیرینه. خب میریم رو آجیل و خشکبار. گردوی 200 گرمی 2 یورو 24 سنت. حالا ما گردو رو اضافه میکنیم برای صبحانه. بادام 2.35. خب نمیدونم تو سبد قرار بگیره یا نه، حالا من اضافهش نمی کنم. میبینید که این آجیلا هم از تخم 1.20 شروع میشه، حالا تا نهایت برسه دیگه همین 3 یورو. قیمتاش رو همین 1.5 2.5 ایناست، خیلی بالا نمیره. مثلا دانه چیا 1.36. خب اصولا فکر کنم خیلی ایرانی ها با خودشون همه چی آجیل میارن ولی من باشم نمیارم. الان گردوی طبیعی بسته 600 گرمیش 3 یورو 47 سنت. خب دیگه
این گردوی، اینم یه نوع گردوی دیگه است که مثلا 150 گرم 1 یورو 48 سنت. این آجیلاشون هم خوشمزه است. من برای دخترم میره مدرسه میگیرم. حالا مثلا کشمش، آره کشمش، مویز، اینا هم همه چی اینجا هستش. 1 یورو 76 سنت 250 گرم. آلوی خشک خیلی جالبه که هسته هاشم در میارم. مثلا این خرماها بدون هسته است. خرمای بدون هسته 2 یورو 18 سنت. حالا ما یه خرما هم اضافه میکنیم. زغالخته، زردالو 2.45. خب اینم قسمت چیپس. آره خب اینجا هم شما اگه چیپسی که لی باشه از همه گرونتر، لیس آره از همه گرونتره، مثلا 2 یورو 200 گرمش، ولی خب میتونین برند خود فروشگاه رو بگیرید، زیاد کیفیتش فرق نمیکنه، همونه. حتی این هم قیمتش همونه، ولی خب فکر کنم 2 بسته است. 2 بسته 150 گرمی 1.90 سنت. اینجا یک بسته 195 گرمی 1.99. اینم قیمت چیپس. پفکم داره 70 سنت. خب میریم روی مورد بعدی، برنج. برنج بلند 1.41 سنت، یا حالا اینا که برنج گرده 1.33 سنت. من خودم حقیقتا برنجی که اینجا خوردم و خیلی دوست داشتم طعمشو، این برنج بود 1.89. حالا ما بهترین برنج رو اضافه میکنیم به سبد این برنج. میایم روی قسمت حبوبات رو من پخته تهیه میکنم، چون که وقتی فکر میکنم که مثلا بعد اینو انرژی صرف کنه روی گاز بپزم، خود پول برقش رو بخوای حساب کنی اینا، من ترجیح میدم که پخته آماده بگیرم، فقط گرمش کنم بریزم توی غذا، چون توی چی میگم قوطی فلزی هم نیستش، توی شیشه نگهداری میشه. میبینید که قیمتش از 75 سنت شروع میشه تا حالا مثلا 1 یورو. خیلی به صرفه تره. همه چی پخته شده دارن. تنها چی میگن حبوباتی که ما تو ایران استفاده میکنیم اینا ندارن. اینجا لپه که مثل که فروشگاه‌های پاکستانی میتونید تهیه کنید. اینم مثلا حالا ما بگیم که یه بسته، یه دونه لوبیا، یه دونه نخود اضافه میکنیم به سبدمون، یه دونه عدس، یه دونه لوبیا قرمز اضافه میکنیم. اینم نه، به جای میتونیم این لوبیا چیتی هم بگیریم. حالا به جای لوبیا چیتی ما میتونیم اینجا عدس هم اضافه کنیم. آره عدس هست. خب سبد اون شد 25 یورو. 18 تا اقلام اضافه کردیم. میریم رو پاستا و رشته فرنگی. خب چیزایی که من خودم واسه خونمون استفاده میکنم و بذارید بگم. خب اینا که نمیخرم از این نگرفتم، ولی خب بچگانه میتونید از این بگیرید که بچه دارید یا که خودتونید. حالا بیاین پایین تر میتونید از این پاستا یکی انتخاب. مثلا من اینو گرفتم یا اینو گرفتم، بد نبوده. ساده شم هست، ارزون ترش هم هست. ما اینو به سبد اضافه میکنیم. خب رشته ای هم دارن، میتونیم یه بسته رشته ای هم اضافه کنیم. این هم خوشمزه است. حالا که ما یه دونه پاستا اضافه کردیم. میریم روی شکر. خب ما اگه بخوایم که یه شکر بسته 1 کیلوگرمی بخریم 1 یورو 10 سنت. اینو اضافه میکنیم. حالا بخوایم قهوه‌ای بخریم 1 گرم و 80 سنت. خب اینا هم که استویا ازش میگذریم. میریم روی قسمت آدامس 1 یورو، حالا واسه ارزون ترینشه. بعد شکلات و ایناش هم خب اینجا مثل آلمان نیستش که خیلی شکلاتاش بخواد ارزون باشه. آلمان خیلی شکلات ارزون تره، اینجا شکلات گرون تره. یه شکلات تلخ 85%، 1 یورو 85. خب بعد از که همین 1 یورو تا 2.5 یورو اینا، مثلا این مثل افتر ایته. خب یه دونه شکلات هم به سبدمون اضافه میکنیم، افتر ایت. میلکا
150 گرمی 2.15 سنت. مثلا این شکلاتاش هم بر بچه ها اگه دوست دارید بد نیست. خب میریم روی بحث. خب این شکلاتاش هم باید خوشمزه باشه. آره ما اینا رو هم گرفتیم، بد نبوده. شکلات صبحانه ما معمولا هم این کرم کاکائو با فندق رو میگیریم، یا اگه بادوم زمینی بخواین این کرانچیشو من گرفتم، بد نبوده، 2.85. خب آب نبات اگه بچه دارید یا خودتون دوست دارید. من چون بچه دارم همه اینا تو سبدم هست اصولا، ولی یه بسته داره فروشگاه آلدی، همه یه پاستیلا توشه، تمومم نمیشه، فکر کنم 3.5 یا 4 یورو همینجوری هستش. کوچولو کوچولو خوش بسته بندی کرده. خب بریم روی مربا و عسل. مربا قیمتش از 1.5 یورو شروع میشه، میبینید دیگه. حالا تا 2.5 فکر میکنم، آره نهایتا 2.5. عسلم نه از 2.95 شروع میشه تا 4.40. حالا ما یه عسلم اینجا به سبدمون اضافه میکنیم. بعد میریم روی اقلام بعدی. خب اینا که نوشیدنیه، نه میریم روی قهوه. خب ما چون که بچه داریم این توی سبد غذاییمون هست اصولا. نسکویک کاکائو، نسکویک برای صبحانه، قیمتش از 4.20. آره ایران هم فکر کنم هم بوده. نه اینو ما میگیریم، نه 3.19. حالا نمیدونم، این تو سبد خانواده بچه هایی که اونا که بچه دارن قرار میگن. حالا میایم راجع به قهوه. خب قهوه اینجا حواستون باشه این بسته ها کپسولیه، حتما روی جلش نگاه کنید، کپسولیه. من خودم اولین بار اشتباهی نگاه نکردم یه قهوه کپسولی خریدم، ولی اگه بخواین که قهوه آسیاب شده بگیرید که استفاده کنید، روش نوشته مولت فکر میکنم. آره اینجا هم بهتون نمونهشو نشون میدم که من خودم خریدم. میایم پایین، قهوه آسیاب شده و دانه رو ببینید. آره اینجا قهوه آسیاب شده بسته 500 گرمی 4.45، بسته 250 گرمی 2.30. من خودم فکر می‌کنم که این سبز رنگو گرفتم با ترکیب قوی. حالا اگه شما قهوه خور هستید یه قهوه هم اینجا اضافه می‌کنیم. اسپرسو این، آره اینا هم هستش. خب دانه های قهوه هم هستش. خب اینا که قهوه فوریه، اگه قهوه فوری استفاده می‌کنید 2.60 یورو. حالا از اینا که پاکت های 20 گرمی داره ارزون تره. کاپوچینو 2.70. خب دیگه بریم، فیلتر قهوه هم داره. بریم رو چای دم کرده. مخصوصا چای ها همه اینجا یه با مصرفه، ولی از این چای لیپتونه، ولی خب همشون هستش. من حقیقتش چیزی که لیپتون ها اینجا خیلی خوشم آمد دم کرده های بابونه و اینا بود. بابونه، آره این دم کرده بابونهش خیلی خوبه، من دوست داشتم. ولی من از اینجا نخریدم، از قیمتش هم خوبه. یه دونه بابونه اضافه میکنیم، نعنا دیگه، آویشن، آفرین. بعد دیگه همین، رازیانه، سیب و دارچین. 1.40 یورو. جعبه 20 کیسه داره، 40 گرم، همشون 20 تاییه. آره خب میریم روی مورد بعدی. چه خوش برام پیشنهاد نمیاره. گوشت از همه مهمتر. خب اینا یه بسایی دارن ترکیب گوشت گاو و خوک و مرغه که ما تو سبد من جا نمیگیره. خب کسایی که قلم گاو میخوان، اینجا مثلا این استخون گاوه، قلم گاو میتونیم بخرین، یه دونه اضافه میکنم. بعد گوشت گاو برای خورش یه تیکه هستین، ولی من تیکه شده هاشو میگیرم معمولا. حالا اینه که گوشت خوکه، روش هم عکس خوک زده میبینید. مثلا نصف مرغ 450 گرم 2 یورو 21 سنته.
گوشتاش این شکلیه، ولی میریم روی قسمت، بذارین به ترتیب میریم جلوتر. میریم روی مرغ. خب سینه بوقلمون 650 گرم، 5 یورو 49 سنت. خب اینجا به صورت اینکه بخوایم کبابش هم کنیم آماده داره. فیله بوقلمون تقریبا 5 یورو، بلدرچین 4 یورو 20 سنت، اردک هم داره 9 یورو. خب میریم رو مرغ. فیله سینه مرغ 500 گرم تقریبا 3.95 سنت، تقریبا 4 یورو دیگه. فیله سینه مرغ اینم 650 گرم 4.81. خب من فکر کنم که مثلا من خودم فیله نمیگیرم اصولا، ما چون یا مرغ کامل میگیریم یا اینجا سینه مرغ. آره میتونیم یه سینه مرغ به سبدمون اضافه کنیم که ببینیم قیمتش میشه. اینم که فکر میکنم که آره پای مرغ، به اینم میتونیم یه اضافه کنیم. نصف مرغ خورد شده هم خیلی خوبه، یعنی اینم میتونید اضافه کنید. یه وقتی من اینم گرفتم، مدلی که ما میخوایم استفاده کنیم، اینم بد نیست، من دوست داشتم. اینم که خود یه مرغ کامل هم میخوایم بگیریم 6 و 17 یورو. من اونا رو حذف میکنم ولی اینا رو آره بذارین یه مرغ کامل رو اضافه میکنم که همه اقلامش توش باشه. آره خب یه مرغ کامل گرفتیم. حالا میریم روی، حالا مثلا پای مرغ 1 یورو 82 سنت. حالا یه مثل مرغ هم هستش که دوتایی و کوچیکه، من نمیدونم اینا چیه، مثلا دوتا مرغ کامل کوچیکه. خب بریم روی گوشت منجمد. مثلا اینجا بسته مرغ، ژامبون مرغ، مثلا رون مرغ چی میگن منجمد 3 یورو 10 سنت. بال مرغ منجمد 3 یورو 90 سنت. این چیزا ده. حالا من تو سبد من نیستش منجمد، ما معمولا تازه میخریم. میریم روی، خب ما که خوک رو نمیخوایم ببینیم ولی میزنیم که روش رد شیم. خب خوک، خرگوش و بره. خب اینجا معمولا این خرگوش کامل هم دارن، میبینید 10 یورو، ولی خب خرگوش تو فضا بیشتر گوشت بره و گوسفند اگه بخواین اینجا ما میتونیم پیداش کنیم. این استیکاش هستش 14.5 یورو. اینم یه گوشت بره است. آره من فکر کنم که این باید چیز باشه، نمیدونم کدوم قسمتشه. 6 یورو 85. و بره خورد شده که 775 گرمه 16.66. حقیقتا من خودم ماهیچه هم دیدم اینجا ولی ماهیچه الان نمیبینم هستش یا نه. حالا یه دونه میگم اگر که شما خیلی براتون مهمه، حالا نمیدونم تو سبد دانشجویی قرار میگیره یا نه، ولی حالا ما یه دونه استیکیشو قرار میدیم. خب میریم برای حالا سوسیس و کالباس و اینا که من نمیخوریم زیاد. برگر ولی استفاده میکنیم. برگری که من اینجا استفاده میکنم معمولا این برگر گوشت گاو 6 عددی 540 گرمه 5 یورو 10 سنته. برگر مرغ هم اینجا داره، این هم همینجا 6 عددی 540 گرم 3 یورو 80. حالا ما یه برگر گاو بهش اضافه کردیم. این هم هستش. گوشت چرخ کرده گاو و خوک داره که ما اینو نمیخریم، معمولا گاو جداگانه رو میخریم، تخفیف هم خورده. 500 گرمش 2.75 سنت. حالا چی میگن این خوکه گاو، نه ببخشید اشتباه گفتم، اینجا گوشت خوک رو گفتم. چرخ کرده آماده گاو 4.20 سنته 500 گرمش، اینو اضافه میکنیم. خود مرغ آماده هم چرخ کردهش 500 گرمش 4 یورو تقریبا. حالا میریم سراغ گوشت گاو. گوشت گاو مثلا خورشتی، برای خورشتی 600 گرمش 8.64 سنته. حالا مثلا من اینو استفاده میکنم دیگه. اصولا
استیک هم بخواین بگیرید که روی 8 یورو تقریبا. خب بریم روی نون. اینا که حالا چی میگن سخاری و اینا، فکر میکنم که رد کنیم. اینا هم قیمتاش اینه. خب بریم روی قسمت بعدی. کجاست؟ روی خب کجا بودیم؟ غلات و کلوچه. حالا اینا هم برای بچه ها. خب کانفلکس و اینا هم مثلا از 1.5 یورو شروع میشه، جلوه 500 گرم میشه، حالا خودتون، یا اینکه اینا مثلا 2.5 یورو. کوکی هاشون هم که مثلا روی 3 یورو. خب این هم از این. یه نون خشکایی داره که فکر میکنم اونا خوب باشه. خب بریم روی شیرینی و پنیر. نه، ما اینجا میریم روی قسمت پنیر. خب قسمت پنیرهای مرکادونا یه خوبی داره، روش زده که از چه شیری توی این پنیر استفاده شده. اگه 3 تا گزینه رو داشته باشه، یعنی گاو و بز و گوسفند، یعنی هر 3 تا شیر توی این استفاده شده. میبینید مثلا یه پنیر تقریبا این 1 کیلو 600 گرمه 18 یورو. و خب بیشتر انقدر نمیخوایم، معمولا پنیرهای برش زده میگیریم مثلا 5 یورو، ولی خب اینا هستش. فکر کنم که قیمت مناسب ترم بشه پیدا کرد. آره مثلا پنیر گوسفندی 5 یورو 40 سنت. ولی پنیری که ما بخوایم به سبدمون اضافه کنیم، پنیر قیمت مناسب تریه فکر میکنم. آره من خودم این پنیر رو برای خونه میخرم. حالا به غیر از این پنیرهایی که حالا با مربای وقتایی میخوریم، پنیرهای برش خورده‌اش مثلا اینا، پنیر ورقه شده، آره اینا قیمتشون بهتره. ولی خب بسته‌هاشون کوچیک‌تره، مثلا بسته 200 گرمی 2 یورو 46 سنت روی این قسمته. ولی یه سری پنیر دارن، حالا مثلا پنیر پیتزا و اینا 1 یورو 73. آره از 1.5 اینا شروع میشه تا 2.5 2.28. آره ولی من خودم اگه بخوام پنیر تو بگم، این پنیر به جای برند معروفه هستش، یه برند معروفه اسمش یادم رفته، اینم بگیرید. این 24 تا دونه پنیر داره، خوشمزه هم هست. من چون دخترم اینو دوست داره اینو میگیرم. بعد مثلا اگه پنیر خامه ای دوست دارین به جای فیلادلفیا، میتونید که اگه بخواید به صرفه تر باشه، میتونید خود مال مارک مرکادونا رو که استفاده کنید، خیلی قیمتش مناسب تره. آره من یه سری اینو خریدم، آره خوب بود. اینو به سبدمون اضافه کردم دیگه. این فتا مثل فتای خودمونه که تیکه تیکه شده است، اینم خوشمزه است. این مثلا قشنگ، آره اینو که من گفتم قشنگ بوی شیر و گوسفند و اینا میداد. فکر کنم گاو بود، گوسفند بود، چی بود، خیلی روست کاتش روش زده، روستایی و اینا هم هستش. اینا انواع پنیره که از چی میگن، از 1.80 اگه 1.24 شروع میشه، حالا تا 2.5 اگه بخوایم بستگی داره. خب اینم که غذاهای منجمد آماده شده است، مثلا اینا که من بعید میدونم کسی استفاده کنه، حالا شاید هم بعضی استفاده کنن. خب میریم روی خب گوشتو که ما دیدیم. بستنی. خب بستنی، مینی بستنی جعبه 12 واحد، آره 3.40 یورو. ولی اینجا بسته 6 عددی 3.30 یورو. اینا هم باید میگم دقت کنید توش. بعد میریم روی این موچی ها، خیلی خوشمزه است. بستنی های این موچی 6 تا توشه 2.90. مثلا طعمای مختلف هم داره اگه خواستی. بعدش
میریم روی قسمت بعدی، غذاهای دریایی. خب حالا من نمیدونم، ایرانی ها خیلی غذا دریایی انگار دوست ندارن، مخصوصا اونه که مرکز ایران زندگی میکنن به غیر از شمالی و جنوبی ها، ولی ما خوشمون میاد. میگو 150 گرم 2.24. اصلا قیمتی میشه پیدا کرد دیگه، میبینید دیگه. ولی خب من تو سبد اینا رو جا نمیدم، فقط اقلام ضروری. مثلا الان اینجا صدف منجمد 1 یورو 70 سنت. این صدفش هم خوشمزه است. خب بریم رو ماهی. من خودم جار قزل‌آلای منجمد نگرفتم، ولی قزل‌آلای تازه گرفتم، همین قیمت 3.5 بوده. ماهی مرکب خیلی دارن و دیگه میگو و اختاپوس و اینا. حالا مثلا ماهی هم رد میکنم. اگه غذای آماده خاصی توی یخچالتون داشته، ما معمولا این پیتزا رو 2 یورو 60 سنت میگیریم، تو سبد ما هست. به جای اینکه بریم مثلا برای اینکه چی میگن صرف اقتصادی برای کسایی که اولش یه ذره چیز کنن، توی مدیریت مالشون چیز باشه، مثلا اگه بچه همراهتونه، خب این پیتزا خیلی گزینه خوبیه، چون ارزون ترین پیتزایی که بخوایم بیرون بخورید 6 یورو 6.5 یا 7 یوروه. بله. بعد نون پیتزا هم که 4 یورو فکر کنم بسته 2 واحدیشه، ولی دیا هم داره. دیا فکر کنم 3 واحد توشه، یکی 3 واحدیه. خب اینا هم که ناگت و ایناه 2.7. بعد اینم روی کیک ارزون ترین کیک که میتونین بگیرین 8 یورو 8.5. کیک گرونه. بعد میریم روی سبزی. قسمت سبزی های تازه شون. خب واقعا مرکادونا خیلی توی سبزی های تازه خوبه. اینا همه یخ زده است. من ترجیح میدم که بریم رو قسمت سبزی های تازه. اینا ماهیه، یه کنسرو ماهی، بستگی به نوع ماهی داره. ماهی تن سبک در روغن آفتابگردان قوطی 60، 3 تا قوطی 60 گرمی 2.65. حالا ما اینجا یه تن ماهی هم اضافه میکنیم، کم نمک در زد، ولی نه اضافه نمیکنیم. خب میریم روی قسمت گوجه فرنگی. گوجه، اون گوجه که گفتم اینجا داره، اینه روبه گوجه. اینو حتما اضافه میکنم. این روش زده دابل کنسانترادو. آره این خیلی مثل روبه گوجه ماه. و اینم که گفتم روبه گوجه فرنگی سرخ شده که به شیوه قدیمی خودشونه، بسیار خوشمزه است. بعد میریم حالا بخوایم یه شامپو بگی، حالا یه نرم کننده با حالا یه دونه شامپو بخوایم بگیریم. اینه که ماسک موه. حالا اینم که میبینه ماسک محصولات اورال. اینجا میتونیم برید از جورنی و پریمور بخرید، قیمتشون خیلی بهتره. حالا ما اینجا نداره خیلی چیزاشون. اینا که ماسک موه. شامپو هم اینجا انگار کم داشت. کاندیشنر اضافه کردم، یه دونه حالا برای موهای خشک آسیب دیده، برند خود اینجا رو اضافه میکنم. پنته هم مثلا بخوایم بگیری 4 یورو تقریبا. آره. خب بریم روی شامپو. اون نه محصولات بهداشتی بود. خب من یه دونه اینجا فکر کنم اضافه کردم، بذار حذفش کنم. آره اون نرم کننده باشه. یه شامپو مثلا این 1.5 یورو اینو اضافه کنم. خوبه. بخوایم مثلا اینجا اورال بگیرین 3.5، ولی اونم کار. یا مثلا هد اند شولدر 5.5، ولی یا شامپوی میبینم 1.5 یورویی هم دارن، خیلی استفاده میکنم. شامپوی بچه 1.70 سنت. خب رنگ مو توی گزینه‌های ما نیستش. میریم سر نظافت. تخم مرغ
حواستون باشه ما یه بار تخم مرغ، بستگی به سایز تخم مرغ داره قیمت ها. اینجا دیدیم تخم مرغ تموم شده، اینی که روش آبیه، آب پس شده، اینو نخرید. من 2 بسته یه سری خریدم. بسته 12 تاییش میشه 2.24 2.72، ولی من خودم بسته 24 تایی رو میگیرم 3.96. اینو اضافه کنم. بعد میریم روی بحث شیر. خب این شیرها 6 تاییاشون مثلا 6 تا 5 و 10 یورو. خب این که 1.5 لیتری هستن. خب من دیدم خیلی ها میان اینجا 6 تا میگیرن، ولی ما چون ترجیحمون اینه که شیر تازه بگیریم، من از این شیر استفاده میکنم. آره، حالا اینجا رنگ سبزش نیمه چربه، ولی مدلای دیگه‌ش هم داره. حالا من ببینم اینجا داره اونو که ما میگیریم. شیر کامل، ما اینو میگیریم، شیر کامل تازه. یه دونه شیر کامل به سبدمون اضافه میکنم 1 یورو. بعد میریم روی قسمت کره مارگارین. مثلا کره که بخوایم بگیریم، کره بدون نمک و نمک داره. یه دونه مثلا ما خودم اینا رو از دیا میخرم، از این فروشگاه نمیگیرم، ولی میشه که مثلا حالا کره هم اینجا اضافه که خامه هم دارن، ولی خامهشون بیشتر شیر ماننده. مثلا این خامه فرم گرفته رو ما گرفتیم مثل شیر بود. اینا همین گزینه رو ما برای کیک خریدیم، شیر بود. اینا هم که حواستون باشه شورن برای غذا، ولی این شبیه خامه های خودمون بود. این یکی، ولی من از دیا خریدم نه از مرکادونا. بعد بریم رو قسمت نظافت خانه. حالا آرایش که ما نمیخوایم، نظافت خانه. خب شما بخواین یه مایه لباسشویی بخواین بگیرید، خب اریل 7.95 29 بار شستشوه. خب این قیمتش از همه جا ارزون تر، ولی من این مایه هم گرفتم 50 بار شستشوه، بزرگتره و قیمتش هم مناسب تره، میتونید اینو بگیرید. خب مایه دستشویی اینم که مثلا برای پودر شوینده دستی است. حالا چیزایی که اینجا ما اضافه داریم، حالا مثلا نرم کننده تقریبا 1 یورو 90 سنت. بعد میریم برای مثلا یه بسته اسکاچ 3 عددی 90 سنت. بعد دیگه میریم روی قسمت دستمال. مثلا یه دستمال 1 یورو 60 سنت، 1 یورو 20 سنت، اینجوری ها. دستکش 75 سنت. بعد ماسک، خواستم بگم حشره کشینا هم که اینجا اگه بخواین که مثلا چون رطوبت داره، خب لباسا بو میگیره تو کشو. من خودم از این کیسه های ضد پروانه استخوان دوست گرفتم، یا مثلا همین حشره، ولی حشره کش نمیکشه، حشراتو اثر نداشته. من هرچی خریدم اثر نداشته، ولی تنها چیزی که اثر داشته این تله پروانه ها بوده. تله پروانه ها این میچسبه و واقعا پروانه ها رو میکشه. اگه خواستین اینو میتونین بگیرین، خیلی من اینو توصیه میکنم، خیلی چیز خوبی بود. بعد دیگه حالا اینو خوشبو کننده های هوا که جز اقلام اساسی برای ما نیستن. میریم روی سفید کننده. حالا مثلا یه مایع سفید کننده 2 لیتری 80 سنته. من تو سبد جاش نمیدم، به نظرم ضروری نیست. حالا تمیز کننده کف، مایع تمیز کننده کف 95. تمیز کننده ها ارزونن تقریبا، آره، بین مثلا 2 یورو اینا. بعد اینا هم که برای پاک کننده از این ژلا که تو ایران ما هم استفاده میکنیم، میشه اینو برای دستشویی گرفت که تو دستشویی ها آب نداره بشورین. من خودم این میریزم شب تا صبح میمونه، صبح فلاش تانکو میذارم، دستشویی تمیز و ضد عفونی میشه. پاک اینا ژل سفید کننده است 95 سنت. دیگه برای آشپزخونه فکر میکنم که اینا اقلامی نیستش که ما بخوایم توی خونه. فکر میکنم که یه مایع ظرفشویی لازم داریم. بله، مایع ظرفشویی دستی. من خودم اینو میگیرم
1.75 راضی هستیم. خدا هم راضی باشه. حالا اگه با دست ظرف رو میشه، اگه که حالا با ماشین ظرفشویی اینا بالاخره قیمت رو بهتره. این هم که ظرفایی هستش که میتونید بگیرید اینجا. اگه خواستی از ایران بیارید بهتره. کیسه فریزر رو توصیه میکنم حتما از ایران بیارید، ولی این فویلا رو بگیرید. این فویلا خیلی به کارتون میاد و کیسه فریزر رو اینجا به درتون نمیخوره. خب میریم روی گزینه بعدی، مثلا کبریت چیزا استفاده میشه. میریم روی دستمال کاغذی. این دستمال کاغذی ها تموم نمیشه. پکیج 600 تاییش اینا خیلی دیر تموم میشه. اینو بگیرین همینجوری براتون میمونه 3.65. ولی اگه بخواین برای توالت استفاده کنید، میدونید که اینا دستمالاشون توی آب حل میشه، واسه همین میندازن تو توالت، یعنی با چاه میره، برخلاف دستمال هایی که تو ایران استفاده میشه. اینه که حواستون باشه که اینه که خیلی مثلا نازکن به درد ما نمیخورن. مثلا من خودم همیشه اینه که صورتی رنگن 4 لایه، هر فروشگاهی که برین 4 لایه هاش صورتی رنگه. اینجا هم زده دستمال 4 لایه. من خودم از این استفاده میکنم چون واقعا اونا خیلی نازکن استفاده کردن. مثلا این قیمتش کمتره ولی به کار ما نیومده. حالا شما خود دارید مثلا حالا یه جعبه دستمال کاغذی هم که بخواید بگیرید، این دستمال هم که 1.25 اینا هم اوکیه، ولی برای ضد فرو کردن دستتون اینا هم خوبه. این 10 تاییه این، ولی این 15 تاییه. این به صرفه تره، میشه از این گرفت 90 سنته. خب باتری ها 1.60 بسته 8 عددی، فرق نداره چه سایزی. و قیمت باتری و کیسه زباله یکی انگار نزدیک کناره. کیسه زباله هم که 1.35 شروع میشه حالا تا 2.10 50 لیتری. خب یه دونه مثلا حالا بخواید یه جارو بگیرید، یه تی بگیرید، اینا هم همین 1-2 خاک انداز 1.5 دسته هاشم بگیرید. سطل خوبی که بشه مثل سطل ایران استفاده کرد. تنها چیزی که من اینجا خیلی خوب پیدا کردم برای توالت و اینا همین بوده، با قیمت مناسب. این سطل زباله است. البته به سبد خرید اضافه نمی‌کنم ولی بهتون نشون میدم. بعد مثلا بخواید یه ظرف یه چیزی بگیرید که واسه که لباساتون توش بشورید یا بندازید 2.20. اینا رو من برای زندگی دانشجویی میگم. بعد واکس کفش که من همین استفاده میکنم 1.75. دیگه من فکر میکنم که چیز دیگه نمون توی نظافت خانه. بذار اینجا رو ببینیم. بابا چوینده رو چک کردیم، بیایم پایین ببینم چی مونده. غذای دری چک کردیم. نون. خب مثلا این کروسانا مثلا که بچه داشته باشین، من خود کروسان رو بخوای بگیری فکر کنم 1.5-2 یورو حداقل بیرون. ولی این مینی کروسانا رو من معمولا صوفیا بچه‌م مثلا چیز کروسان دوست دارم میگیرم، خودم با شکلات پر میکنم بهش میدم، دوست دارم میصرفه. بعد اینجا اینه قیمت شیرینی ها هر یه دونش. بعد میریم روی مورد بعدی، ماست. خب بحث مورد علاقه ایرانی. این ماست ها همه شیرینه، ولی ماستی که شیرین نیستش، که حالا بچه ها ماست شیرین دوست دارن به عنوان دسر استفاده میکنن، ولی ماستی که شیرین نباشه روش زده نچرال. و حواستون باشه که مثلا نزده باشه مثلا کن ازوگر، فکر میکنم کن شوگر. حالا من درست اسپانیش رو نمیدونم اسمش میشه، ولی میشه خب مثلا با شکرم دارن اون نچرال رو، حواستون باشه. اینم که دسر 1 یورو. یه دسر خوشمزه هم اینجا بذار بهتون معرفی کنم، ما دوست داشتیم. پاناکوتا، نمیدونم داره یا نه الان. آره این دسر خوشمزه یه پاناکوتا با کارامل. بعد میریم روی این هم دسر هامان دیگه. فکر کنم تموم شد. بله
حالا در آخرم قیمت، حالا چی بگم دیگه، همه رو اکثرا بهتون گفتم دیگه. آره تمام. سبد خریدمون رو نگاه کنیم. این برای کسی که میخواد اولین سبد خریدش رو پر کنه، مثلا یکی که تازه اومده میخواد بره توی خونه، هیچی نداره، تخم مرغ، شیر، نمیدونم شامپو، یعنی اولین سبد خریدتون رو بخواید پر کنید، که حالا من مثلا حتی پنیر 3 نوع گذاشتم. آره 3 نوع پنیر گذاشتم. حتی میتونید اینو کم کنیم، مثلا یه پنیر بذاریم چرا 2 تا، میکنیم 100 یورو، چرا بشه 106 یورو ازش کم کنیم. این فتا خوبه. خب یه پنیر رو کم کم، یا مثلا حالا مثلا من گوشت چرخ کرده، همبرگر، گوشت خورشتی، همه اینا رو گذاشتم توش، گوشت قلم گاو، نمیدونم چای بابونه، نمیدونم همه چی، عسل، یه سبد کامل که بخوایم پر کنید، حتی مثلا شیرینی توش داشته باشیم، برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، شد 104 یورو 70 سنت. حتی گردو، حبوبات، همه چی گذاشتم توش، آب. خب من فکر کنم که این خیلی بیشتر از یه مدت زیاد، حتی ما ادویه ها رو هم گذاشتیم. آره 104 یورو. خب امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشی، به دردتون هم خورده باشه. اینو برای یکی از دوستان تهیه کردم که به من گفتش که میشه به من بگی هزینه های مواد غذایی اونجا چه شکلیه. این هزینه مواد غذایی. امیدوارم لذت برده باشید. روزتون بخیر.